رباب محمدی نقاش معیوب افغان تلاش دارد برای معیوبین از طریق برگزاری نمایشگاه نقاشی‌هایش کمک مالی جمع آوری کند. محمدی بانوی 16 ساله که مانند خواهر و برادرش به مکتب نمی رود آموخت که چگونه با استفاده از دهنش رسامی کند. شرح بیشتر از همکارم ژیلا ناصری در این مورد. ربابه نمایشگاه جدیدش را در کابل برای انداخته بود که می‌خواهد بخشی از پول فروش آن را برای معیوبین کمک نماید. من برای افرادی که معیوب یا معلول هستند را جور کنم تا بدون یک مشکل کوچک آنها را حل کنم و خودم اولین شخصی هستم که میخوام در آن صندوق سهم بگیرم و شما خواهشمند هستم که برای کمک کنید تا آن صندوق را جور کنم. بازدید کنندگان از نمایشگاه از استعداد هنری ربابه محمدی تمجید کردند که وی توانسته است افغانستان جنگ زده را در نقاشی‌هایش زنده بسازد. بزرگترین مشکلی که امروز نسبت به خانم ها وجود دارد یا خشونت که وجود دارد، خشونت نوع نگاه به خانم هاست. خانم ها باید محصور در خانواده باشند، خانم ها باید دست به کارهای بزرگ سیاسی نزنند، خانم ها نسبت به جامعه خیش نباید حساس باشند و با کاری که ربابه انجام داده می توانند از پشت این حصارها و زنجیرها برآیند. مریم بهار سادات یکی دیگر از بازدید کنندگان مجذوب نقاشی ربابه در مورد اطفال کارگر شده بود و میگوید در افغانستان کودکان زیاد کارگر وجود دارد. مانند این نقاشی تصویر کودک کارگر است. ما اطفال زیادی داریم که به کار گماشته شده‌اند. هدف ما این است که آنها درس بخوانند، آینده روشن داشته باشند، نه اینکه کار کنند. نقاشی وی وضعیت اطفال را در افغانستان بازگو می کند. در این عکس وی برای افراد احساس آن را می دهد که صدای اطفال را از هنر نقاشی وی بشنوند. نقاشی‌های ربابه محمدی در جهان مجازی آنلاین معروف است و صفحه فیسبوک وی نیز علاقه‌مندان زیادی دارد. ژیلا ناصری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.